اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لله الحمد ولرسوله و آله الصلاة والسلام ولعنة الله على اعدائهم الى یوم القیام. قال الله الكريم في كتابه العظيم: فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. وقال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. و با تقدیر و تشکر از جوانان و عزیزانی که زحمت کشیدن و این محفل را دایر کردند و یک بار دیگر اون شهید زنده را در اذهان عزیزان زنده و زنده تر کردند. و با خیر مقدم از همه شما عزیزان، علما، دانشمندان، شخصیت‌های سیاسی، شخصیت‌های نظامی، فکری، فرهنگی، مهاجر و انصار که لطف کردین در این جلسه شرکت کردید. یادآوری میکنم که انسان دو گونه شخصیت داره: شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی. اون چی که مهم است شخصیت حقیقی است. گاهی شخصیت حقوقی هم جایگاهی بلند رو پیدا میکنه، ولی شخصیت حقیقی پایه است، اساسه. شکلگیری شخصیت حقیقی سه تا محور داره، سه تا اساس داره: یک، وراثت; دو، تربیت; سه، محیط. و شخصیت ها گاهی در ظرف خاص قرار میگیره و همونجا رشد میکنه. یک شخصیت در دامن دانش و دانشکده و دانشگاه قرار میگیره و یک شخصیت علمی و فرهنگی میشه. گاهی در حوزه علمیه قرار میگیره، یک اسلام شناس و یک مجتهد صاحب نظر میشه. گاهی در برنامه‌های اقتصادی قرار میگیره، یک کارشناس اقتصادی میشه که برای کشور، برای جامعه، برای مردم خدمت کنه. اما گاهی هست یک شخصیت در ظرف جهاد و مبارزه قرار میگیره، میشه یک شخصیت جهادی و یک شخصیت انقلابی. عزیزان گرامی، این جلسه امشب ما درباره یک شخصیتی است که در دامن جهاد و مبارزه و در محیط جهادی و انقلابی تربیت شده. شهید سید اسدالله مسرور، شخصیت جهادی و انقلابی، او که از نظر وراثت از یک خانواده بسیار آگاه، خردورز، دانش دوست و دانشور و شجاع و با شهامت و مبارز بوده. پدری همچون مرحوم مغفور شادروان سید حسین شاهی مسرور، حاجی سید حسین شاهی مسرور، یک شخصیت فرهنگی و اجتماعی بود و شجاعت عجیبی داشت، شهامت عجیبی داشت. در انقلاب اسلامی بسیار زیبا و عالی درخشید. این مسائل باید یادآوری شود تا مردم چهره های انقلابی را درست بشناسند. سید اسدالله مسرور با عنوان یک جوان جدی فعال در دامن همچه فرمانده دلاور رشد کرد و در صحنه های جنگ و جهاد بود. خیلی شجاع بود. شجاعت اون نامزد همه زبانها بود. همه عزیزان تعریفش را میکردند. خود ما در صحنه های گوناگون ایشان را میدیدیم. با جرأت، با شهامت، با متانت در صحنه های جنگ و جهاد بود. فرماندهان و مجاهدان ییلاق 9 قریه 8 قریه مازیرکو فرار شدیم رفتیم میلاق و برادران ییلاق خیلی خدمات شایانه را کردن. مدتی ما در این شرایط بودیم و در آقبلاغ و مثلا شانجر و در قسمت های
از قریقاج که عده‌ای آمده بودن در جنگ شرکت کرده بودن، روی یک شرایط اینا آمدن منطقه خودشان را باید حفاظت کنن و در این جنگ‌ها بودن تا زمانی که جنگ‌های ما قوی‌تر شد و این نیروها از اینجا آمدن شرکت کردند. روزی که آقای قماندان را سید مرزا رفت از اونجا گرفته آوردن در ایلاق، مردم ایلاق مجاهدین ما همه میگفتن سید ماشندار آمد. پهلویش 7 نفر بود، یکی سید اسد بود و در این صحنه ها درخشید، جهاد کرد، مبارزه کرد. همه جاهایی که خیلی از فرماندهان بسیار با تکیه میخواد جلو بره، ولی سید اسدالله مسرور با شهامت و شجاعت قدم جلو میگذاشت. گاهی پدرش میترسید، میگفت یک مقداری احتیاط کن، ولی او با شهامت و شجاعت جلو میرفت. و این مرد دلاور و با شهامت در صحنه‌های جهاد، در مقابل خلقی ها و پرچمی ها، در مقابل شوروی ها، در چارکن شما در جریان هستید، کوبایی ها حمله کردند. شب 9 سنبله 60 کوبایی ها حمله کردند، 60 تا هلیکوپتر را آوردن. امشب ما برنامه داشتیم تخت خان حمله کنیم، ولی در اون شرایط نشد. دید که اینها در یک شرایط خاصی آمدن نزدیک کوه کافر قلعه و مرکز کمیته ما هم در اونجا در آب دره بود. امشب ما رفتیم و در مقابل دشمن جنگیدیم و تعداد زیادی اونها را از بین بردیم و همون شب بود کلینکوف ها و چیزای دیگه مجاهدین به غنیمت گرفتن و مجاهدین پیروز شدن و اونها را شکست دادن. در طول تاریخ انقلاب آقای سید اسد همانند یک خورشید درخشید و خوب جهاد مبارزه کرد. تاریخ را باید بنویسد، تاریخ نگاران را باید فراموش کنند و به همین اساس است که ما از زبان همه شما و از زبان همه دانشمندان، از زبان همه فرماندهان، از زبان مسئولین محترم حرکت اسلامی افغانستان، دکتر شاهجهان که به عنوان رئیس شورای عالی حرکت اسلامی افغانستان است، به خانواده محترم افتخار آفرین مسرور تسلیت عرض می‌داریم و برای همه سنگرداران تسلیت عرض می‌داریم. این شخصیت همچه شهامت و شجاعت و دلاوری را به خرج داد.